سلام، خوش اومدید. امروز اومدم تو این کلیپ 3 تا اتفاق خیلی جالبی که حین کار برام افتاده رو گفتم میام براتون تعریف کنم. و یکی که به خیلی دوستان و خودمونی گفتم دوست داشتم براتون بگم. بریم سر اولین موردش این روزا ساعت 3 زمانی در حال استراحت گوشیم زد. با گوشی رو جواب دادیم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من طریق سایتتون مزاحمتون شدم. ببخشید شما آبستان تایم استادی این آبستان اورجیناله. بله خیالتون راحت باشه، آبستان اورجیناله با ضمانت تحکم زیبا. آره اصلا من اونور استفاده کردم و هر سری هم می‌خواستم تهیه کنم اینجا گیرم نمیومده و از اون سمت تهیه کرد و حالا سایت شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. اول بپرسم اورجینال یا نه که موردم هست. خودتون چی پیشنهاد میدی؟ بستگی داره چی بودجه براش در نظر گرفت. اگه برات بودجه مهم نیست اوکی نیک پیشنهاد میدم، شیسیدو پیشنهاد میدم، کلارکسو پیشنهاد میدم، اینا گزینه‌های خیلی خوب. اما اگه میخوای کم درجه قیمت تو تایم بیس باشه خب بهتون برند اوردینریش پیشنهاد میدم و خودتون و اوردینری رو من استفاده کردم با جوی سادم مناسب نبوده اینجا. خودم خب احتمالاً شما بوستون بری خیلی حساسه. اوردینری هم چون جدا از این که پیورنک اسید داره میتونه بشیش هم داره و احتمالاً بوی بشیشش باعث شما جوش بزن. اگر اینجوری کلا همون تایملس رو ببری که 100% میاره اسید خالص. خب اوکی پس همون تایملس رو انتخاب میکنن. 91 ساعت ببخشید این که داریم هیالورونیک اسیده یعنی داخلش اسیده. اگر من بزنم پوستمو بزنم داغون کنه تا اول بزنم منو میگی مات مکوب پشت تو گوشی. یعنی یک لحظه فکر کردم که این احتمالاً مزاحم تلفنی از اونایی دیدی زنگ میزنن صدا رو میزنن رو رکورد بعدم کلیپش بیرون بیاد. یعنی در همین حد یعنی چی آخه دوبی مخفیه. بعد از اون هنگ یکم اومد بیرون اومد گفتم نه خواهرم یه جوری که نیست بلند از بحث تخصصیش که کنار بری به هیالورونیک اسید دیگه آبستان. در واقع شما هر جا هر کره رو شما دادن هر منسول رو شما دادن و گفتن ای آبستان در واقع هیالورونیک اسیده. خیالتون از این بابت راحت باشه و با اینکه فکر میکردم این حالا سر کاریه ولی خب همون روز 3 تا آبستان سفارش کرد و بعد این روز مشتری ثابت هم شد. دیگه خاطره شروعش برام خاطره خیلی خوب شد. خب بریم واسه دومین مورد در مورد روغن آرگان دیفیلاپیکاس. این روغن آرگانی توضیح کوتاهی بدم. داخلش جدا از روغن خالکان روغن زیتون، روغن بادام، روغن جوجوبا این چند تا روغن ها رو داره و جزء روغن آرگان خربو و باسه و تو دو حجم کد 340 میلی 75. یک روز سایز اون حجم 75 میلی ثبت سفارش. خب با طبق معمول سفارش ارسال شده رفته و چند روز گذشته. حالا شما اینو تصور کنید که شما الان داخل فروشگاهی ساعت 11-12 است، اکثر کاراتون انجام بدی، یه وقت خیلی خالی داری و حالا داری کال آف دیوتی بازی و وسط این بازی کردن گوشی زنگ می‌خوای اکسپت می‌کنی و با آروم با لحن تند یعنی بلند در حدی که مثلا در کار داد میزنه و انقدر هم تون صحبت کنه اجازه نمیده ببینید چی میخواد بگه. نه اجازه حرف زدن رو بتونه. گفتم حالا این عصبی یک مشکل چیزی حالا پیش اومده حالا احتمالاً سر ما داره کارش میکنه دیگه. گفتم 5 دقیقه گذشت تا اون خشمش و عصبانیتش فروکش کنه و بعدم باش تماس گرفت. باز یکم اون کلمات لابسامانش رو تکرار کرد. گفتم ببینید توهین نکنی اول از همه و بعد چه حالا بگید مشکل چی اصلا این واسه روزی که اصلا من تقلب مکنم ورگاه من هرچی که میگی اول بگو مشکل چیه سر چی داری این بحثا رو میگه. خب ببین من سفارش رسید دستم یه روغن آرگان اونی که من سفارش دادم نیست. خودم یعنی چی نیست؟ یعنی مارک دیفیل نیست؟ گفت نه هست و این حجمش خیلی کوچیکه. گفتم خب حجمش کوچیکه شما حجم 75 میلی خریدن خب بعدی بشه اینقدر. گفتم ببین شما اومدین توی سایت زمان خرید گزینه 75 میلی رو زدین اومدین با قیمت 75 میلی خرید کردی. ما تازه اومدیم در حق دونن لطف کردیم قیمت روغن آرگان رو شما اون زمان 170 حالا قیمتش یادمه 170 تومن حساب کردم. یعنی قیمت خرید قبلا بوده. در واقع من باید همین الان یعنی روغن آرگان رو به شما بالای 220 بدم. همون چون بعد طریق سایت خرید کردید بار اولتون بوده گفتیم مشتری ما میخواد بشی
گفتم اشکال نداره و روغن آرگان براتون ارسال کرد و حجم 320 میلیش که شما میخواد اون 340 میده بالای 600 تومنه. کی میاد اون حجم رو به شما بده 170 تومن؟ و بعد تو نه من از پاساژ فلان توی تهران، حالا یادم هم نیست واقعا چه جای اسکور، من از اونجا دارم میخرم 200 تومن یا 150 تومن. خب چه حجمی میخری؟ هوا 340 میلیش امکان پذیره. اصلا قیمت جهانیش بگو سایتش واردش بشه قیمتی ضریب و جلال مطمئنا یه جنس مشکل دار سرنگی یا داری جنس سفلابی میخری. نه بابا، فکر کنی همه مثل شما همه که تقلبی فروشن فقط شما دارین اورجینال میفروشی؟ گفتم میدونی چیه، یه لطفی کن، نیاز نیست دعایی کنی به اینو، شما جنس کلومه دستش هم نزدی و من هم دوباره خودتون گرون چون کلاه بردارم، پس بیا اینو مرجوعش کن، آدرس همه چیم رو اون بسته بندی خورده و همون آدرس مرجوعش کن، یه آدرس فروشگاه مشخص و منم کل هزینه رو به تو دب میدم. بعد برو از همون فروشگاهی توی تهرانی که داری میگی برو حجم 340 میلیش رو بخر. و الان از اون تاریخی که زنگ زد 2 سال داره میگذره و هنوز بسش نرسیده، نمیدونم چی شده، ولی خب خیلی بده که مثلا یک جنس اورجینال خوب دست دیسپلی با قیمت خیلی مناسب و بعد بخوای زنگ بزنی اینجوری بگی، اینم فکر عجب. و اما مورد سوم، توی مورد سوم میگم مشتری حضوری از ما سرم و کلینگ هوردینی تایید 10 روز بعد ای ساعت 10 شب تایید. سلام، خسته نباشید، من یک سرم نیاسینامی به آرفاربوتین اوردینری بفرستم. فقط یک نکته، من نیاسینام برای دوستم میخوام و دوستم تاکید داره که حتما لیبل داشته باشه. چه لیبلی؟ لیبل وزارت بهداشت. ببینید کلا جنس ها به صورت رسمی وارد میشه و نمایندگی رسمی نداره که بخواد لیبل وزارت بهداشت روش بفاره به صورت قانونی بیاد اون بوکی پرداخت بشه و اصلا همچین شکلی نیست. اما از بابت اورجینال بودن خیال کن راحت بشه، با ضمانت اورجینال بهتون جنس رو میدم و اگر فیک بود مرجوع کنید 2 برابر هزینه‌تون بره. اونم من خیالم از شما که راحته و شما شناخته شدید توی سطح شب، اما دوستم یک شهر دیگه است و خودش با لیبل تایید کرد. با لیبل تایید کرده داریم، میشه لطف کنیم بدید عکسش رو بفرسته واسم. من یک ساعت بعد این عکس رو فرستاد دقیقا لیبل وزارت بهداشت روی سر اوردینری. خب از اونجا که من خودم کارم اینه میدونم که آقا مشکلی مثلا هست، لیبل رو چکش کردم دیدم بله اصلا نمیخونه، این لیبل مال یه چیزی دیگه است، سهم مثلا یه چیزی دیگه است، اصلا مال لیبل مال برند اوردینری نیست. و ببین این به دوست رو بس هر جایی گرفتی برش گردمه و پولشو فصل بگیره، جنس تولوی بهش فروختنی. و گفت مگه میشه؟ گفتم آره چرا نشه، شما به فروشگاه من اصلا ریمیل ایزادورا دارم با لیبل وزارت بهداشت، اون دیگه چکش میکنی حتی به تایید میده که این اورجیناله دیگه فکرش کن، اما وقتی واضحش میکنی کاملا فیک، یعنی ریمیل اصلی مشخصه، فیک هم مشخصه دیگه نشونهاش. کلا ببین چقدر اون فروشنده بی وجدان بوده، ببین به خاطر تو مثلا 100,000 تومان سود یا به خاطر 200 تومان سود اینجوری که میخوای بکنی این بلا به سر مردم میخوای بیاری، نکن این کارا، خوب نیست، نکنین بفاره. خب اینم از خاطراتی که دوست داشتم براتون تعریف کنم. دوست داشتم شما تو شریک باشید، سقیم باشید. اگر از اینجور ویدیوها خوشتون اومد حتما برام کامنت کنید که دوباره اون اتفاقات جالبی که میفته رو براتون بگیرم.